علیکم برادران خوش آمدید به کانال من. التماس بدون دستگیری کنین. التماس برادران 5 روبل 10 روبل نمیدونم چند روبل است وابسته به شما است. همین مادری که شما در نزد من میبینید من فکر میکنم هر یک کدوم ما شما مادر داریم. مادری که شما میبینید مدت 2 ماه پیش من دستگیری کردگی بودم، در مورد آنالیزش همش یوردام کردگی بودم، ولی از سبب کارهای بسیار بودنم و دیگه وقت نمیشه. مادر دستگیر کرده بودن در آنالیزهای لابراتوری در سینه‌اش بیماری رگ پیدا شدگی بود و مادر پیش از این خودش بیماری اپیلپسی داره. وقتی که فکر میکند پرژیوت میکند از هوش میرود. اینا شما میدونید برادران عزیز. من از همه شما احترامانه خواهش دارم که بدروین دستگیری کنین. مادر باید اپیراسا کردن در کار، بعد از اپیراسا با خیمه کردن در کار مبلغ 700,000 روبل روسی می شود. برای هم سرش توبت کردن هم برای اپیراسا کردن. مادر برای توجیکستان آمده است که 1 سال کار کنم و خدمت خانه بخرم، فرزندم بگیرم خانه خسر خوشم و خانه خدمت بیارم، لیکن خانه ندارد بیچاره. در کوارتیر بود، در کوارتیر سرچ کرده بودن. همین روز روزی گپ من ای کوچه گرفته گشتم، گریه کرد بیچاره، زورا کرد دکتر جان همین به همین حالت من به همین حالت گرفتار شدم. التماس خیسم رفتم به خدا قسم ای کوچه گرفتم آوردم، ای کوارتیر سرچ کرده گیان پول نداشت، خورد خوراک به خدا قسم نداشت، به نام خدا قسم خورد خوراک نداشت. دژم فرزند بیچاره در کوارتیر ای زنک ازبچکا ای کوارتیر سرچ کرده که پول نداشته برای پول ملت بیار بعد بسپر بیچاره با پاتنت داشت. ای کور سرچ کردن. التماس میکنم اینا التماس میکنم مادر بنیهات حالت وزنده یاردم کنید که دستگیری کنیم. کارتا چیزی که هست مادر خچه میمونه، نمره تلفن خچه میمونیم. من میدونم که برادر خوب و مهربان داریم، همه وقت دستگیری میکنن. ویدیو را پدیل سکنی التماس دستگیری کنین. مادر خود صحبت که گپ زن بگذار پاتیشو بینن. این یگون جای فیکش نیست، یگون جای چیز نیست. همه لابراتوری در دست من دستگیری تو جایی که هست دستگیری کرده ازم. التماس مادر خود صحبت که نقل که بگذار بینن مردم بینن. سلام علیکم دادارو خواهر و ابو. منم یک کسالم که بیمارم که ندارم سویم درک به سویم کسالم دیگه سویم درک ندارم نه اگه دارم نه دادارم یا چای کسالی دارم کسالی قام در جوگه های اردم کدام نمیتونه اگه دادار ندارم ده فرزند دارم تمام دیگه هیچ کار ندارم ده قناتم ده خونمون ده بیوزن داریم حتی 3-4 گلکی نتونستم ده خونمون بشینم همینجا اومدم که کار کنم توی یک کلبر شام یفتکیم فقط از سر جون خدا میره و سلامتیم که خوب نیست. از برای خدا دست نبگیره همین چخری ببرورینم دادارو اکو همین چخری ببرورینم در خوکی بودن جونم آخی مجبور شدم آخی. خدا برکت بده همین دو درک پروردگاری 18,000 اولم امری ارچه کنه که هم بیچاره مراجعت کردم یکون تیم پول ما نگرفت، همه دخترام همه کاغذ قلم همه رنگین پینگین ما کرد تو ره پولی ما داد که من اپای ایس برا ره پولی نداری بیچاره همش از خودش کدک. امروز که بوده بیرون موندم ای جای خود سرم کدن دمو همه ندادم زنگش زدم ایزو کشده گفتم دادر جون در بیرون موندم چیکار کنم. دیدکم در بیرونی برا با موشین بیچاره سرگردم شد برا با موشین گرفتکم در بیرون موندگی بودم خونش آورده کم گفت واقعا کاغذ قلم در کدم نمیره دادم همش بیپو کدم دادم نمیره بکنی او کلوتا خوشه نمیره بکنی درد در امو اپیراتسا و چیزوتا گفتم آخیچ که با دادم نمیرسه ندارم اکاو دادر یا اوچه بی بچه دارم گفتم کسال خنده چشماش اپیراتسا گفتگی هست در خونه مونده بیوزن داریم خطی 3-4 گلکی گفتم ندارم شرایط گفتم بعد بیچاره بود گفت خیلی نورد میکنم دادروی جون اکوی جون اپوی خواروی جون دلی بری علم دارم هیچیم نگین که تمام شدگی هم هیچیم نگین میتونه بینیوهت درد سخت است نمیتونه اگر دعا کنیم بس هیچیم نگین که من مردم روزی شدم زندگیم سختی بده
وقتی تو آدم از زورش نیاد ویدیو نمیکند تو آدم از زورش نیاد گریه نمیکند بیچاره من اعتماد از همه شما خواهش دارم نمره تلفنش هم میمونم +7 952 952 611 30 Сбербанк و نومی فریده نورالیونا نورالیونا اینا نمره کارتاش اینا نمره کارتاش در خودش داخل تلفن خودش زنگ بزنی قضیه خودش صحبت کنی نمره کارتاش اینا اودی من بخونم چنده 42 79 38 06 73 63 45 33 التماس از همه شما خواهش دارم دستگیری کنیم همین مبلغ 700,000 هیچ نیست همین اپراسیون کنید در سینه بیماری رد شدگی است فرزند زنمی جا بیچاره فرزند در دیگه کوارتر موندگیم دو ماه پول کوارتر وقت استفاده کنید بیچاره را ای کوارتر سرس ای کورس سرس کردن بخدا ای کورس سرم کردن التماس ای کوارتر سرم کردن ما همه ما و شما مادر داریم اول من رفت دید اومده خودش اول همه ما و شما مادر داریم دل ما با مادران مثلا مادران را دوست می‌داریم همین هم که باشه با جای شما مادر شما میشه مادر ما هم میشه التماس به طرف نباشید یک بار اگر یعنی چقدر برورینم در خوکی بودن جونم یک بار اگر یعنی چقدر برورینم پروردگاری 18,000 عالم بدترین روزی انسان سختترین روزی انسان روزی معتمد بدترین روز سختترین روزی شمایی که دستی مایی به اکا و به دادر دستی مایی که هیچ کس ندارم دست ما بگیره خدا جان بدترین روز تو اینمی روزا باشه تصور یکونه که خدا سخت زورم آمده است حتی با خود کشی رازیم دیگه هیچ امکانیت ندارم هیچ یک سمبول ندارم گلکم نه در بدری موندمش خودم خدا آمدم برداروی خیرخواه یکشون از 100 راست 100 میلیون میلیارد گردونه انشالله خداوند من میدونم که با خلق تاجیک همه وقت میفخرم که همه وقت دستگیری میکنن برادر جان عزیز ویدیو را پدیل کنید التماس در تیک توک در اینستاگرام در همه سایت ها یگان جلب سروی کردم مادر را دستگیری کنیم مادر اپراسیون کنیم خیمیش کنیم به نهایت یاردم کردگیم بسیار یاردم کردگی هستم ولی در همین توپیک موندگی هستم که اپراسیون چقدر خیمیش بگذارم و سرشان توبت کنیم التماس برادر جان همش هم دو برکت همش هم دو درکت هم اخیر شما میگه پجون زورم نمیرسه آخه چیکار کنم من میگه یک کارگری اودیم یگون بیزنسمنی کالون نیستم یگون یک دختر میخوایم هم نمی قدر زور میرسه کدمت همه نمی چطور کدم یک سنبول تا نگرفتم بود ده هفتهش یک بار نیم بار بود یک خوردنی پوردنی میدوده که ممکن اپا خیلیش نپشته نمونین در راه رضای خدا خاطر که هیچ کس نداری خیلی دیگه بیچارم دیگه چیکار میکنم همین قضا زورش رسید در برادر جان عزیز مبلغ 700,000 روبل با جمع کردن کو دستگیری کردن کو به نهایت خیلی پولی کلان ما دستگیری کردگی هستم ولی 700,000 دیگه ایش بود در کار است من روز گم زور نمیرسه دیگه بخدا زور نمیرسه همه توقعیم با خودم یه دکتری اودیم التماس بدریم ویدیو را پدیل کنیم من دیگه نمیدونم چی بگم با که جیگرم سوخته است دلم سوخته است من حال زور اینه ویدیوش و خدا قسم دلم سوخته در بیرون موندگیه این از کوارتر آوردمش که مقصد همین کوارتر بودم نوبالی خیلی هیچ که کارش نمیگیره فرزند گشنه به خدا قسم زنگ میزنه میگه که فرزند گشنه هیچی نخوردم با نام خدا قسم میگه هیچی نخوردم برادران کلوب برادران دوشنبه برادران غرم برادران خوجندی برادران ایسور التماس مردم شریف تاجیکستان در خوکی بودم 700,000 اگر 50 روبلی 100 روبلی جمع کنیم دست نبگیرین دستگیری کنیم مادر بانم پیرست سقطی خیمیا پیون انشالله خداوند خیرتون با درگاهش قبول گردونه یه برگه میگم +7 952 611 30 فریده نورالیونا دی کارتاش 42 79 38 06 73 63 45 33 التماس برادر جان عزیز دستگیری کنین الله مهربان نگهبان تو باشه چی اچوتی باشه پروژه که جمع شد اچو تمام سپارم در کانال بابوجان هم شد بابوجان برادر عزیزم التماس بگید دستگیری کنین مادر من میدونم که بچهای چسنی کار میکنی هم بدرود دستگیری کنین مادر الله مهربان نگهبان باشه خدا نگهبان ما سلامت باشه